الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی یک حلقه های درسی نوی را شروع نمودیم که نام این حلقه ها گذاشته شده است کشف شبهات اهل بدعت، یعنی اون شبهه هایی که اهل بدعت در بین امت اسلام کاریده اند و اون شبهه هایی که امروز از سبب بعضی از خطاگی ها به وجود آمده است و منتشر شده است، کشف نمودن همین شبهه ها و بیان نمودن کمبودی این شبهه و خطاگی این شبهه و البته ظاهر کردن حق و رسانیدن حق است. برادران و خواهران زیاد در حقیقت در این موضوع پیشنهاد کردند، برای اینکه شب و روز به خود بنده هم سوالهای می آید که یک شبهه دارم، یا که این آن میگوید کسی دیگر این چنین میگوید یا کسی دیگر این چنین میگوید و شبهه ها زیاد است. از همین جهت یک حلقه های مرتب ترتیب شده در بیان شبهه های گوناگونی که امروز وجود دارد ترتیب بدهید، همچنین گویان پیشنهاد ها آمده است. الله به همه اون برادران و خواهرانی که این پیشنهاد را کردند و ان شاء الله این حلقه ها را گوش میکنند، منتشر میسازند، برکشان بدهد و موفق در تحقیق توحید باشند. بارک الله فیکم. و اولین موضوعی که میخواهم در اون موضوع صحبت بکنم این کشف شبهه ها در مسئله حکمی بغیر ما انزل الله است. کشف نمودن کمبودی ها، شبهات اهل بدعت در مسئله حکم کردن، اداره کردن و یک سیاستی که کاملا از سیاست اسلام جدا باشد و یک حکمی که به حکم غیر الله ترتیب شده باشد و یک نظامی که ترتیب یافته شده برای حکمرانی، برای نظام دولت ساخته شده باشد و به غیر حکم الله باشد. شبهات این مسئله را میخوام بیان بکنم. بارک الله فیکم. چرا این مسئله را اولا اختیار میکنیم؟ چرا مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله، حکم نمودن به غیر نظام الله، دولت داری کردن به غیر قرآن و سنت، دولت داری کردن به نظام هایی که مخالف قرآن و سنت هست صحبت میکنیم؟ سببش این است که بارک الله فیکم امروز در بین برادران و خواهران در همین موضوع صحبت های زیاد می شود و در حقیقت کسانی که علم ندارند و از این موضوع بیخبرند به مشکلی دچار می شوند و در بعض حالات در حیرت می مانند. انمین رو میگن شبهه، برای اینکه در این مسئله در حقیقت مذاهب مختلف وجود دارد، عقیده ها مختلف است و هر یک مؤمن و موحده، مؤمن و مؤمنه، موحد و موحده وظیفه دار است که از درون این باطل ها حق را پیدا بکند و به حق چنگ بزند و باطل را ترک بکند و براءت را اعلام بکند.
اولا کلمه یا این جمله چی معنا دارد که حکم بغیر ما انزل الله؟ معناش این است که حکم نمودن، در بالای مردم یک نظام را تطبیق کردن، مردم را به کنستیتوسیه های ترتیب داده شده اداره نمودن. حکم انا همون حکم امین است. مثلا حکم کسی که زنا میکند، حکم کسی که دزدی میکند، حکم کسی که یک مخالفت میکند و به اون جزا معین کردن، جریمه معین کردن، جزا دادن و تمام سیستمی که هست مطلقاً حکم نمودن. یک نظام کاملا به ترتیب 100% رو حکم میگویند. حکم الله، حکم کردن به حکم الله رسول. البته شما مسلمان ها باید دانید که ما قانون داریم، سرقانون داریم و جزئیات قانونی کانستیتوسیه داریم. اگر به دیگر چیز بگوییم یعنی حکم داریم. قانونی ما این قرآن است، سرقانونی ما قرآن و سنت است. سرقانونی ما از 10 باب عبارت نیست، بلکه سرقانونی ما عموما از قرآن گرفته شده است، از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته شده است و دیگر قانون هایی که در زیر این هست از اجتهادات یا که سدن للذریعه از مقاصد و غیره گرفته شده و اساسش باز به قرآن و سنت باز میگردد. یعنی در اینجا میخواهم بفهمونم که وقتی که ما حکم الله و رسول کتی باید حکم کرده شود میگوییم، دولتداری باید به خواست الله و رسول شود میگوییم، معنای سخن ما همین است که به قرآن و سنت باید حکم کرده شود، یا که بگوییم نظام دولتداری باید موافق قرآن و سنت باشد. آیا این ممکن است؟ بله ممکن است. از نظر عقل اول نظر بکنیم ممکن است. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خیر البشر، بهترین حاکمان، عادلترین حاکمان، به همین حکمی که الله امر کرد حکم کردند. حتی مشرکا اقرار میکرد که حکم رسول الله در حقیقت عادلترین، بهترین حکم است در بین انسان ها. اما من باب کبر، حسد، دشمنی، جهل قبول نمیکردند. و بعد از رسول الله ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی رضی الله عنه و عثمان و دیگر حاکمانی که بودند رضی الله عنهم به حکم الله رسول حکم میکردند. دولت اموی، عباسی و دیگر دولت هایی که از تاریخ آگاه هستید که هر کسی اونها اعلان کرده باشد به حکم الله رسول حکم میکردند. اما در این عصر ما در حقیقت وجود ندارد. هیچ کس هم آشکار 100% گفته نمیتواند که مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا که خلفای راشدین من امروز دولتداری کرده ایستادم یا که حکم کرده ایستادم 100% حکمم از همه جانب موافق قرآن و سنت گفته هم نمیتواند که وجود هم ندارد. این دولت هایی که امروز شناخته شده است، یعنی به رسمیت قید گرفته شده است، به قید گرفته شده است، اینها رو در نظر دارم. پس این بود حکم الله و رسول، این بود سرقانون و قانونها و کنستیتوسیه هایی و نظام هایی که الله و رسولش برای مسلمان ها ترتیب دادن که در بالش زندگی بکنند. و حکم دیگر که مقابل حکم الله هست، حکم غیر الله و حکم غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم. حکم کی؟ حکم کسی نباشد. حکم یک قوم، حکم یک انسان، حکم مجوسی ها باشد، حکم یا نصارا و یهود باشد، حکم یک دین معین غیر دین اسلام، یا که حکم یک انسان غیر قرآن و سنت وقتی که حکم وجود دارد و یک نظام مطلقاً ترتیب داده شده است و یک کتاب ترتیب داده شده است، این حکم یعنی بغیر ما انزل الله است، یعنی بغیر آنچه که الله رسول نازل کرده است، یعنی قرآن و سنت ترتیب داده شده است. انا این حکم تطبیقش در روی زمین کفر است و حاکمانی که در بالای این حکم میکنند کافرند.
لشکرانشان و خودشان که در این مسئله ما صحبت خواهیم کرد. مقصد من اینجا این بود که شما حکمی ما انزل الله، حکم هایی که الله نازل کرده است چگونه است و حکم هایی که غیر الله و رسول هست امروز حکم شد بفهمید. بمانندی حکم های قومی گفتیم، یا که علمانی سکولاریزم، یا که لیبرالیزم، یا که دموکراتی، یا که ملحدی و الحادی و دیگر قانون های نباشد که اینها کتاب ها نوشتند، انتخاب کردند که ما سر قانونمون 10 تاست، یا که دیگر قانون ها و باب ها 100 تاست و زیادتر است و کمتر است، خودشون ترتیب دادند. خواه این حکم یک نفر باشد یا حکم تمام مردم باشد، یا حکم جن باشد یا حکم انس باشد، حکم کسی نباشد، یا حکم اولیاء باشد یا حکمش عالمان باشد، حکم کسی نباشد. وقتی که حکم از حکم الله و رسول گرفته نشد، پس این حکم غیر الله و رسول است. پس این رو چی میگه؟ حکم طاغوت است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان به من شما خبر داد و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. میخواهند که تحاکم بکنند، یعنی مراجعت بکنند به سودهای طاغوتی. محل شاهد اینجاست که الله سبحانه و تعالی همه اون حکم هایی که بغیر حکم خودش و رسولش هست، این حکم ها را طاغوت نامید و در دوامش گفت و قد امروا ان یکفروا به، در حالتی که امر شده بودند مسلمان ها که به حکم طاغوت کفر ورزند. وقتی که یک چیز طاغوت شد، من و شما مأموریم، به من و شما فرض عین است که به همون طاغوت کفر ورزیم. کفر ورزیدن یعنی ترک کردن همون چیز کفر دانستن، اعتقاد باطل کردن و تکفیر کردنی همون کسی که به همون طاغوت گرفتار شده است یا طاغوت شده است. پس از این جهت ما تصورات به وجود آوردیم، تصورات پیدا شد که حکم الله چگونه حکم است و حکم رسول الله چگونه حکم است و حکم الله و رسول را حکم عموما الله میگویم، برای اون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر حکمی که کردن از جانب الله بود. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از خودشون صحبت نمیکردند و هر چیزی که میگفتند این وحی از جانب الله بود. حکم الله و رسول و کاملا حکم شریعت رو ما میگیم این حکم الله است، اون چیزی که الله نازل کرده است. اما غیر از این رو، غیر قرآن و سنت، غیر حکم شریعت، غیر حکم ها و سیاست های اسلامی، دیگر سیاست ها، دیگر حکم ها، دیگر نظام ها رو ما حکم غیر الله و رسول میگیم و این را طاغوت میگوییم و به این کفر ورزیدن رو فرض عین میدونیم. بارک الله فیکم. البته در مسئله حکم کردن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی، حکم نمودن به اون حکم هایی که از غیر قرآن و سنت به وجود آمده است، حکم های خودی بشر است. 4 طائفه وجود دارند، مذاهب ها به 4 فرقه یا که فرقه ها به 4 قسم تقسیم میشن. اولا فرقه خوارج یک عقیده خودش دارد، البته عقیده باطلات خودش دارد که نسبتی حکم هایی که غیر حکم الله هست یک عقیده خاص دارد. و بعد از این مرجعه ها مقابل خوارج یک عقیده خاص خودش را دارد. و سومین فرقه که امروز وجود دارد فرقه هایی که مذبذبین است، در بین اهل سنت و مرجعه بازی میکند، یعنی 50% در بین مرجعه یا 60% در مذهب مرجعه و 40 یا 30-40% در اهل سنت و الجماعت از سبب جهل و جهالت. و چهارمین فرقه فرقه حق، فرقه ناجی و منصوره اهل سنت و الجماعت است که عقیده‌اش رو بیان میکنه. اولا حالا ما طائفه های و فرقه های ضال و مضل، فرقه های گمراهی که در حکم بغیر ما انزل الله یعنی هستند و این طائفه غلط کرده و خطا رفته و گمراه شده هستند، اول اینها رو بیان میکنیم. اولا خوارج ها و اون کسانی که مائل به خوارج هستند، بگوییم در همین مسئله یا که خوارجی حقیقی
خوارج ها میگویند اولین سخنشون این است که ما میگند هر یک حاکمی که در دولت اسلامی حکم میکند، یعنی دولت اگر اسلامی باشد میگد 100% به قرآن و سنت حکم بشود، اما میگد یگان حاکمی که یا که هر یک حاکمی که در دولت 100% اسلامی یک حکم یا دو حکم رو به خاطر رشوه، به خاطر شهوت یا به خاطر غلبه یک دنیویش تغییر داد و به حکم غیر الله حکم کرد، میگن ما این رو حاکم میگیم. یعنی خوارج ها حاکمی بغیر ما انزل الله رو مطلقاً حتی در دولت اسلامی هم 100% دولت اسلامی باشد و پادشاه اگر خطا کرده یک دو حکم رو به خاطر رشوه و به خاطر شهوت حلال نگفته اعتقاد حرام کرده کند، هم گفتند این کفر است. گفتند که البته این سخنی خوارج ها سخنی غلط است، سخنی اصلش بدعتی و گمراهی است و مخالفی عقیده اهل سنت و جماعت است. حتی خوارج ها گفتند اگر یک مسئله و دو مسئله و سه مسئله رو این حاکم مسلمان خلیفه مسلمان باشد هم به خاطر تعویل، به خاطر جهل یا به خاطر شهوت یا شهرت یا رشوه تغییر بدهد و به غیر حکم الله حکم کرد، این کفر است. از همین جهت خوارج ها علی رضی الله عنه را تکفیر کردند. خیلی که قصه بحث و مناظره ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما با خوارج معلوم و مشهور است. عبدالله ابن عباس به نزد خوارجین رفتند و گفتند که ای خوارج ها، یا که البته ای کسانی که به علی رضی الله عنه مخالفت میکنید، به کبار صحابه، مقصد شما چی است؟ شما چی مشکلی در علی رضی الله عنه دیدید؟ گفتند ما سه مشکلی دیدیم، هر سه‌ش هم این بود که حکم الله و رسول را ترک کرد. یکم مشکل این است که گفتند وقتی که با عایشه رضی الله عنها جنگید، وقتی که عایشه رضی الله عنها را شکست داد، اون زنهای در اون طرف بوده در جمله گویا سخنشون به این معنی که حضرت عایشه و دیگر صحابگان را یعنی به کنیزی و مال و اطراف اونها را نگرفت، یعنی مال اونها را حلال نکرد، اونها را به کنیزی نگرفت، یعنی حکم به غیر حکم الله در اینجا کرد. یعنی برای همین علی را کفر میگیم. گفت دویم جایی که ما علی را کفر میگوییم، گفت خوارجا، جایی که وقتی که با معاویه رضی الله عنه علی رضی الله عنه حکم کرد، به جای این که به قرآن و سنت حکم بکند، دو انسان را فرستاد، از طرف علی رضی الله عنه عمرو بن عاص، از طرف معاویه رضی الله عنه عمرو بن عاص و از طرف علی رضی الله عنه یکی از دیگر صحابه رضی الله عنه رفته بودند و اونها البته به حکم الله حکم کردند. گفت اینجا هم به غیر حکم الله حکم کرد. و سومین جایی که ما به همین حجت علی را تکفیر میکنیم این بود که وقتی که عهد و پیمان بین علی و معاویه نوشته شد، نام خودش را امیرالمومنین نگفت، هم تو علی نوشت، که البته عبدالله ابن عباس به همش جواب دادند. گفتند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در صلح حدیبیه نامشون را کوک کردند. وقتی که مشرکین راضی نشدند که محمد رسول الله نوشته شد، رسول الله گفتند رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم گفتند رسول الله را کو بکنید، با که ندارد محمد ابن عبدالله نوشید. علی هم از همین جهت به خاطر اینکه طرف معاویه قبول نکردن همچنین کردند. اما در مسئله قضاوت کردن دو صحابه در بین اومدن، این خودش حکم الله است که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت که اگر در بین شما اختلاف شود، یک نفران شما، بزرگان شما، کسانی که مسئله رو خوب درک میکنند بیایند و صلح ایجاد بکنند و به حکم الله رسول حکم رو برآورند. پس این دو صحابه که از دو طرف آمد، از طرف علی و از طرف معاویه رضی الله عنهما، این هم حکم الله رسول بود. اما در مسئله عایشه رضی الله عنها، البته این جنگ که از سبب اجتهاد دو طرف شد، ما هیچگاه نمیتوانیم که گفتند مادرمون عایشه رو یا که پیروان اونها رو به کنیزی گرفتن، گفتن اعوذ بالله، شما مگر میخواید گفتن مادرمون عایشه رو به کنیزی بگیریم؟ که خوارجا در همین وقت چندین هزارش توبه کرد و به حق بازگشت. چرا این مثال رو آوردم؟ این مثال رو به خاطر همین آوردم که خوارجها حضرت علی که رضی الله عنه 100% به حکم قرآن و سنت حکم می‌کردند، در همین یک جا دو جا که خوارجها از سبب جهلش و از سبب شبههش نفهمید که علی
رضی الله عنه چگونه حکم میکنند، گمان کردند که به حکم غیر الله حکم کرد و تکفیرش کردند. در حالتی که اگر بگوییم یک کس به مانند علی رضی الله عنه 100% حکم قرآن و سنت بکند، اگر حقیقتا به غیر حکم الله حکم کند، هم در یک یا دو مسئله اهل سنت و الجماعت و مذهب صحابه رضی الله عنهم و قرآن و سنت همین رو دلالت میکرد که ما وی رو تکفیر نمیکنیم. و همه روایت هایی که اومده است که کفر دون الکفر، یعنی کافر نمیشود، این کفر اصغر است، در همین جا دلالت میکند. یعنی یک حاکمی شرعی، یک خلیفه، یک امیر، یک پادشاه مسلمانی که به حکم الله و رسول حکم میکند و غیر حکم الله و رسول را حرام میداند، اما به خاطر جهل یا تعویل یا سبحان الله رشوه یا شهوت دنیوی یک یا دو مسئله را به حکم غیر الله حکم میکند و گناهکار بدن خودش را میداند. ما اونها را تکفیر نمیکنیم، اما خوارج ها یک و یک باره همونها را هم در یک مسئله را هم پادشاه مسلمان را تکفیر میکند. به خاطر همین خوارج ها علی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه و دیگر تمام پادشاهان مسلمانی که اومده بودند در دولت اموی، در دولت عباسی تکفیر میکرد. خوارج ها همه اونها را تکفیر میکرد و خوارج ها در دوام عمرش از همه روز پیدایشش یگان بار ضد یهود یا مجوس یا بگوییم نصارا یا مشرکین عموم سلاح به دست نگرفته است، شمشیر نبرداشته است. از روزی که به وجود آمد ضد حضرت علی و ضد حضرت معاویه و بعد از این ضد دولت اموی و بعد از این دولت عباسی و تا همین روز هم به مسلمان کشی مشغول است. بار دیگر میگیم فقط مسلمان های اهل توحید رو خوارج ها میکشد. خوارج ها ضد مشرکین رافضه جنگ نکرده است، ضد دیگر مشرکین جنگ نکرده است، نه مشرکینی که در درون فرقه اسلام است و نه مشرکینی که در بیرون از فرقه اسلام دین های دیگر است. خوارج ها به آنها کاری نداشته است. همش به خاطر انمین یک عقیده که حاکم مسلمان ها را به خاطر یک حکمی که به غیر حکم الله حکم کرد از سبب جهل یا تعویل یا شبهه یا رشوه یا چیزی دیگر یا شهرت تکفیر کرد. اما بار دیگر میگیم که اهل سنت و الجماعت براءت را از این عقیده اعلان میکنند. میگویند که پادشاه اگر 100% مسلمان باشد، حکومتش به حکومت شریعتی قرآن و سنت باشد، کنستیتوسیوس قرآن و سنت باشد، نظامش کاملا قرآن و سنت باشد، سودهاش، قاضیهاش، همه جاش، اگر یک قاضی، یک امیر یا یک خلیفه عام یا که امیر عام یک یا دو قضا رو به حکم غیر الله اگر حکم بکند، حلال نگفته حرام بودنش رو اعتقاد کرده، در اینجا کافر نیست. اما اگر حلال گوید حکم غیر الله رو، یک حکم رو حلال گوید، کافر است. و به این اجماع رو اسحاق ابن راهوی استاد امام بخاری و امام شافعی و دیگر از علما نقل میکنند. این یکمین عقیده خوارج بود. عقیده دومین خوارج این گفتند که هر حکومتی که حکمش به غیر حکم الله و رسول باشد، تمام مسلمان هایی که در همون زیر حکومت زندگی میکرد همش کفر است. کفر المتحاکمین یا که بگیم المحکومین لغیر شرع الله مطلقا. کفر المحکومین یعنی اون کسایی که در دولت زندگی میکند که پادشاهش کافر است یا دارالکفر است. هر کسی که در دارالکفر زندگی بکند، هر کسی که در یک دولت زندگی بکند که پادشاهش کافر باشد، حکمش به غیر حکم الله رسول باشد، خوارج ها در همون جا مسلمان های بیدار رو همش رو کافر گفتند که اهل سنت و الجماعت براءت رو اعلان میکنند از این عقیده. اهل سنت و الجماعت میگن که یک دولت دارالکفر شدنش ممکن است و دارالکفر اما در درونش مسلمان ها زندگی کردنش هم ممکن است و این شرح و تفصیل و تفسیرات خودش رو دارد که اینجا محلش نیست و در آینده بیان میکنه. اما اهل سنت و الجماعت در یگان جای اینچنین سخن نمیکنند و نمیگویند که هر کسی که در دولت کفر زندگی کند یا هر پادشاهی که کافر شود تمام انسان‌های در همونجا بوده هم کافر است، نگفتند. و این عقیده دومین مشکلی خوارج است که هر یک دولتی که کافری است دارالکفر است یا حکمش به غیر حکم الله است. یا به عقیده خوارج اگر پادشاهش در یک مسئله کافر شود، تمام انسان‌های در همونجا بوده به عالمش، به آدم عادیش، به عابدش هم اشرا تکفیر میکند که این عقیده خوارج است. و سومین عقیده خوارج در این مسئله
سود رفتن یا مراجعت کردن به سودهای کفری هست که مطلقاً گفتن هر کسی که به دروازه سود می رود به همون طرف می رود، خود در حالت اکراه باشد، خود در حالت مجبوری باشد، خود در حالتی که دیگر جانب او رو برده باشد، خود در حالتی که اضطراری و غیره و تفصیلاتش که هست، در همه حالات گفتن هر کسی که به دروازه سودی غیر سود قرآن و سنت به دیگر سودها مراجعت کند، به مجرد رفتنش به همونجا کفر می شود. مراجعت کردنش به مجردش کفر می شود. که البته اهل سنت و الجماعت از این سخن هم براءت رو اعلان کردند و تفصیلاتش رو ذکر کردند که ما به شما ذکر میکنیم. و امروز هم خوارج های معاصرین جدود نو پیدا شده هستند که تمامی عمومی مسلمان ها رو تکفیر میکنند و خوارج ها هستند که امروز میگن تمام مسلمان هایی که در روی دنیا هستند در دولت های کفر زندگی میکنند کافرند. خوارج ها هستند البته و امروز خوارج های ناپیدا شده هم هستند که میگن اصلی تمام انسان ها کفر است. حتی در دولت اسلامی هم اگر دولت اسلام باشد یا که یک منطقه مسلمانی باشد گفتند اصلش همش کفر است. همش رو ما کفر میگیم که عقیدهش رو دیدیم که عقیده اش موافق قرآن و سنت بود و صحیح بود، بعد مسلمان میگیم. ما اونها رو به خاطر نماز خوندن لا اله الا الله گفتن ما مسلمان نمیگیم. گفتن این خوارج امروزه وجود دارد. من خودم شب روز با خوارج ها بحث میکنم و درباره خوارج ها درس وجود دارد. و این بود عقیده خوارج در مسئله حکم بغیر ما انزل الله. اما مقابل خوارج یک فرقه خبیث دیگری وجود دارد که این مرجعه است. مرجعه غلاتش هست به مانند جهمی، مرجعه وسط مرجعش است و مرجعه هایی که خودش نمیدوند که مرجعه است امروز وجود دارد. و علما میگن از همه خبیثترین فرقه، حتی از خوارج، از فرقه خوارج هم خبیثتر فرقه این مرجعه هست. زیرا که گفتند حتی جهمی هاش از دین بیرون شد. چخیلی که خوارج های غلات از دین بیرون شد، چخیلی که تیری کمان از کمان بیرون می شود خوارج ها بیرون از دین شد غلاتش، این چنین مرجعه ها هم از دین بیرون شدند. چخیلی که سفیان الثوری ذکر میکن میگن که ثوب السابری لا یستر عوره ولا یقی حرا. یعنی این یک سخنهایی که معنای این رو میدید که یعنی سبحان الله به مانندی یعنی دین رو به بازی گرفتند، تمام کفریات رو اجازت دادند و اون شرک و کفرهایی که الله و رسولش بیان کرد گفتند که این کفر هم نیست، شرک هم نیست، هیچ چیزی نیست، کسی خواهد چگونه خواهد زندگی میکند. پس از همین جهت اینها به حکم غیر ما انزل الله مطلقاً اجازت دادند. از همین جهت بسیاری از سلف این امت گفتند که خطرناکترین فرقه حتی از ازارقه، یعنی یک نمودی خوارج های غلات، از اینها هم بدتر گفتند این مرجعه است. زیرا که خوارج ها بدنها را فساد کرد، مردم کشی کرد، خون ریزی کرد، اما مرجعه دین را فساد کرد. مرجعه دین مردم، عقیده مردم را فساد کرد. در نزد مرجعه سبحان الله کفر فقط اون چیزی که به قلب به اعتقاد تعلق دارد همون است و اون چیزی که به زبانش اشکار میکند همون است. کفر عملی وجود ندارد و بعضی اونها حتی کفر زبانی هم اکثرش بگویم به این نوبت نمیگیرد و فقط میگد کفر به قلب است، اعتقادی است. برای همین حکم کردن به غیر حکم الله را، حکم به غیر ما انزل الله را گفتند که همون کس که به حکم غیر الله و رسولش حکم بکند همون وقت کفر می شود که جهد کند، یعنی اعتقادا حکم الله را رد بکند. اگر حکم الله را رد نکند و بگوید که من حکم الله را میدونم، حکم الله هست، و به غیر حکم الله 100% حکم کندم، باکی ندارد گفتند. جهد همین است. یا استحلال، یعنی حکم غیر الله را حلال داند گفتند. مرجئه در اینجا عقیده اهل سنت رو غلط فهمیدند. اهل سنت گفتند حلال دانستن این خودش یک کفر است. یک حکم الله رو هم حلال دانی یک بار کفر میشوی و حکم کردن به غیر حکم الله رو مطلقاً کنی حلال ندانی هم کفر میشوی. اما مرجئه ها در اینجا چی گفتند؟ اگر یک انسان بیاید و 100% به مانند دموکراسی دولتش رو، نظامش رو اداره بکند، دولت داری بکند و
همین رو حلال نداند گفتن این مسلمان است، گرچنده که هزارها مخالفی الله رسول حکم کند یا که تکذیب گفتند، یعنی دروغ، شریعت رو دروغ شمارد. یعنی مرجئه ها کفر رو فقط در سه چیز دانستند: رد کردن، حلال شماریدن غیر حکم الله و دروغ شماریدن حکم الله. اگر حکم الله رد نکند و اگر حکم غیر الله حلال نداند و اگر حکم الله دروغ نشمارد و بعد از این به تمام نمودی حکمی که انسان ها آفریده است و انسان ها ساخته است و ترتیب داده است حکم کند هم بوکه ندارد گفتند. چرا که اونها گفتند حکم، یعنی کفر در نزد ما گفتند فقط کفر اعتقادی است، ما کفر عملی را قبول نداریم. چرا؟ برای اون که اونها ایمان رو خطا فهمیدن. مرجئه ایمان رو خطا میفهمند. اهل سنت میگن که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است. ایمان به قول، به زبان به وجود آمدنش ممکن، به دل به وجود میاد و به عمل به وجود میاد. اگر عمل به پررگی ترک کنید کفر میشوید، یا بعضی از اصول های عمل به مانند نماز ترک کنید کفر میشوید، یا اعتقاد ترک کنید. اگر عملتون باشه اعتقاد ترک شود، یکی از این ترک شود کفر میشوید. و کفر هم همین طور است. کفر هم به زبان به وجود میاد به مانند دشنام دادن الله رسول یا حکم کردن به زبان بغیر حکم الله رسول یا رد کردن و غیره، و این چنین به اعتقاد و این چنین به عمل. حکمی آدم هایی که بغیر حکم الله حکم میکنند یا نظام هایی که بغیر حکم الله ترتیب داده شده است، هم کفر قولی سخنی و هم کفر اعتقادی و هم کفر عملی دارد. اما مرجئه های بیچاره گمراه و بدعتی که جهمی هست و امروز هم بینها غلبه کرده است وجود دارد، از این چیز بیخبرند و بسیاری اونها خبردار باشند هم رد میکنند. میگن که کفر در نزد ما فقط در قلب است. عملی، کفر عملی و کفر زبانی رو قبول ندارند. این بود دو فرقه. این بود دو فرقه. فرقه سوم فرقه که امروز میگن که ما اهل سنت هستیم، طالب علمان اهل سنت هستیم، اما از سبب جهل، از سبب نفهمیدن فرقه مرجئه سخن مرجئه ها رو میگن و از سبب نفهمیدن و از سبب بی‌علمی و از سبب جهالت سخن اهل سنت و الجماعت رو به خوارج میبرند و میچسبانند و خودشون رو از اهل ارجاء میکنند و خودشون رو به بدعت وارد میکنند و بدعت از اونها وقتی که بدعت این چنین بدعت بزرگی رخ داد خودشون رو مبتدی میکنند. دیگرو هم میگن که اینها مبتدی است، از سبب جهل است. یعنی فرقه سومین که در مسئله حکم کردن به حکم غیر الله سخن خطا میگویند و گمراه هستند و یا که به بدعت واقع شدند و مبتدی هستند، اینها از سبب جهلشون است. مرجئه رو بعد میبینند، میگن ما بیزار از مرجئه هستیم. خوارج رو بعد میبینند، ما بیزار از خوارج هستیم. اما از سبب نفهمیدن منهج خوارج، از سبب نفهمیدن منهج مرجئه و از سبب اساس مشکل این است که نفهمیدن منهج اهل سنت و جماعت، از سبب نشناختن اهل سنت و جماعت حق را به باطل آمیخته میکنند. سخنشان رد و بدل و ضدیت به همدیگریش میشود و همیشه در حیرت و در ضدیت و در تناقض و در این نمودی مشکل ها دچار میشند و این از جهل است. اما هر کسی که به بدعت از جهل واقع میشود البته عذر ندارد و اون رو بدعتی گفته می شود. خصوصا طالب علم وقتی که خودشون رو طالب علم میگن باید آگاه باشند، باید از این فرقه آگاه باشند. پس این بود فرقه خوارج در مسئله حکم بغیر ما انزل الله و این بود عقیده مرجئه که فقط کفر رو در دل میداند و کفر عملی و کفر سبحان الله قولی رو قبول نمیکرد و این بود سخنی مرجئه هایی که یا که کسایی که به مرجئه امروز در اومده است و از مرجئه شده است و خودش بی‌خبر است. سه فرقه های باطل. از همین جهت امروز مرجئه ها حاکمان بغیر ما انزل الله را ولی الامر میگند. بمانند مدخلی ها از همه مرجئه های سخت‌ترینش است. جهمی ها یا که اشعری ها یا که ماتریدی ها یا که صوفی ها، تمام فرقه‌ای که غیر فرقه اهل سنت و جماعت و غیر فرقه خوارج است، این فرقه ها حاکمانی که بغیر حکم الله مطلقاً حکم میکنند اونها رو چی میگند؟ ولی الامر میگند. برای همین میبینید که هر یک حاکمی فاسد و کافر و مشرکی که بغیر حکم الله حکم میکند در نزدش یک صوفی وجود دارد. از زمان قدیم شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که
هر یک حاکم ظالم کافر نیست مگر اینکه در پهلش یک شیخ صوفی وجود دارد. صوفی مرجئه است، غلات مرجئه جهمی است. به خاطر همین در مسئله حکم غیر ما انزل الله غیر از اعتقادی قبول ندارد و میگه عملا حکم با حکم آدم کفر نمیشه. امروز مدخلی ها وجود دارد. امروز مدخلی ها حکمون غیر ما حکم بغیر ما انزل الله را ولی امر میگه. اما یک ایده هستند که حکمون حکم کننده به غیر حکم الله را ولی امر نمیگند. بعضیش رو تکفیر میکنند، بعضیش رو تکفیر نمیکنند، اما دموکرات خواهان رو دستگیری میکنند و براءت خودشون رو اعلام نمیکنند. بار دیگر میگن که این از جهل اونها از مسئله حکم بغیر ما انزل الله است، جهل اونها از اصول مذهب اهل سنت و جماعت در همین مسئله است. اما این جهل عذر نیست و اونها به فرقه مرجئه در این مسئله وارد میشند. بارک الله فیکم. به همین خاطر مشکلی به وجود میاد، به همین خاطر رد و بدل ها، اختلافات ها به وجود میاد. پس این بود فرقه باطل و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما عقیده اهل سنت و جماعت را بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.